راز شکوندن الگوهای قدیم و پترن‌های قدیم زندگیت اینجاست. امروز قراره با هم دیگه یه تمرین خیلی کاربردی داشته باشیم از اینکه چه شکلی الگوها و عادت‌های قدیمی رو به الگو و عادت‌های جدید تبدیل کنیم. این تمرین برای من توی زندگیم خیلی کاربرد داشته، به خاطر همین امروز میخوام بهتون یادش بدم. اول از همه ازتون میخوام که متوجه این موضوع باشین. هر در واقع زندگی که در حال حاضر داریم، از نظر مادی، از نظر مالی، از نظر عاطفی، ارتباطات، از نظر سلامتی، هر چیزی که هستش انعکاسی از استانداردها و چارچوب‌های تو هستش. چه اینو بخوای قبول کنی چه نخوای قبول کنی. کلا تغییر از جایی شروع میشه که تو بپذیری یک سری ایرادها در مسیرت هستش و به خاطر همین تو اون ورژنی نیستی که میخوای باشی. به نظر اولین قدم اینه. تو باید بپذیری که در واقع هر زندگی که داری ریشه در استانداردهایی که بر خودت چیدی. ازتون میخوام که همین الان ویدیو رو پاز کنید و یه خودکار رو یه دفتر بیارین، چون که قراره با هم دیگه یه تمرین داشته باشیم. اگر که دفتر خودکار دفترتون آماده هستش، میتونیم کم کم شروع کنیم. وقتی بحث استاندارد میشه شاید ذهن شما بره سمت چیزای خیلی بزرگ، ولی استاندارد میتونه حتی در واقع روزی 2 بار مسواک زدن باشه. اگر که تو روزی 2 بار حتما باید دندوناتو مسواک بزنیم، برای تو یک استاندارد محسوب میشه و شاید این برای همه استاندارد محسوب نشه، ولی استاندارد زندگی تو هستش. اگر که حتما آخر شب باید دوش بگیری یا اول صبح باید دوش بگیری، این برای تو یک استاندارد محسوب میشه و شاید برای بقیه استاندارد محسوب نشه. این در واقع چارچوب‌ها و استانداردهای تا هستش تو زندگی. حالا ما چه شکلی بخوایم در واقع متوجه بشیم که چه در واقع استاندارد و چارچوب‌هایی باعث شده که مثلا سلامت پوست من تو خطر باشه، سلامت جسمم تو خطر باشه، رابطم تو خطر باشه، ارتباطم با دوستم تو خطر باشه، ارتباطم با خودم تو خطر باشه، اون چیزی نباشه که واقعا دوست دارم باشه. اینجا قراره با هم یک تمرین کنیم. برای شروع یه عدد 1 می‌نویسیم و با هم دیگه به ترتیب میریم پایین. بخش اولی که می‌خوایم بررسی کنیم بخش سلامت و بهداشت هستش. می‌نویسیم سلامت و بهداشت. مثلا که نوشتم و بر مینیموم ترین، یعنی حداقل ترین و در واقع میشه گفتش که حداقل ترین کاری که انجام میدی برای سلامت پوست و بهداشت چیه. میتونه یه چیز واقعا شرم‌آورم باشه، بدون هیچ رو درواسی با خود اینجا بنویسش. مثلا بر مینیموم ترین کاری که من در حق خودم میکنم اینه که بعضی از شبا با آرایش میخوابم. به طور مثال ویتامینام به موقع مصرف نمیکنم. من مثلا خیلی دیدم افرادی که به خاطر مشغله خیلی زیاد حتی مثلا حموم کردن رو اسکیپ میکنن، انجامش نمیدن به خاطر اینکه مشغله خیلی زیاد دارن. من اینجا مشخص نمیکنم چی خوبه چی بده. ما قراره عادتهای بدمون رو به عادتهای خوب تبدیل کنیم و اینجا داریم ریشه یابی میکنیم که چه استانداردها و چارچوبهایی باعث شدن که ما عادتهای بد داشته باشیم. حالا میخوام که بخش پایینی کاغذت یک دایره یا آله مستطیل فضایی درست کنی و بنویسی که اون در واقع ورژن ایدئال تو چه ویژگی هایی داره. مثلا ورژن ایدئال من یک بدن خیلی سالم و یک پوست خیلی سالم داره. خب اینجا که نوشتی مثلا فلان چیزو داره بهمان چیزو که داره، پایینش باید قدم هایی رو بنویسی که در راستهای اون میخوای برداری. ببین این که من بگم که اوکی من میخوام میلیونر بشم، من میخوام بهترین پوست دنیا داشته باشم، من میخوام بیزنسمو رشد بدم، این که صرفا بگی فقط یک ایده هستش و تا وقتی که در راستای اون قدمی بر نداری در حد همون ایده باقی میمونه، چه دلت بخواد چه نخواد. اینکه یه سری از افراد میان و ویژن بورد درست میکنن میزنن به اتاقشون، حقیقتا تا وقتی که در راستای اون قدمی بر نداری اون در حد همون ویژن میمونه. ما اینجا قراره که در راستای اهدافمون و چیزایی که میخوایم قدم برداریم. حالا مثلا بدن ایدئال داره. بدن ایدئال داشتن به چه ویژگی در واقع به چه واسطه‌ای به دست میاد؟ ورزش کردن. پس می‌نویسم ورزش کردن. هزینه باشگاه زیاده، من تجهیزات ندارم، من فلان ندارم، من بهمان ندارم. روزی 45 دقیقه میتونم راه برم. پس می‌نویسم 45 دقیقه پیاده روی کردن. یک کاری کردن بهتر از هیچ کاری نکردن هستش. اینکه هزینه‌شو نداری یا
میگی وقتشون هم دیگه 45 دقیقه یا نیم ساعت، چیزی که به نظرم همه افراد میتونن در روز برای خودشون آخر شب یا اول صبح خالی کنن و انجام بدن این کار. اگر که واقعا میخوای قدم برداری تو اون راستا، این چیزی که واقعا باید خودت به نتیجه برسی با خودت که آیا واقعا همچین چیزی رو میخوام یا نه. بخش دوم اینجا علامت بزنید و بنویسین ارتباطات و به مینیمم ترین کاری که در واقع تو روابطتون دارین انجام میدین رو بنویسید. این روابط میتونه روابطتون با پارتنر احساسیتون باشه، با دوستاتون باشه، با همکلاسیتون، با خانواده‌تون باشه، هر نوع ارتباطی، ارتباط با همکارت میتونه باشه، هر چیزی. ارتباطات تو زندگی ما انسان‌ها خیلی نقش مهمی دارن، چه بخوایم قبول کنیم چه بخوایم قبول نکنیم. به مینیمم ترین کاری که مثلا میکنی چیه؟ این که اگر که یک مثلا دیت خفن نباشه بیرون نمیری با پارتنرت. به عنوان مثال دارم میگم، من اینجا قرار نیست کسی رو کوچ کنم. ورژن خوب و ایدئالت چیه؟ ورژن خوب و ایدئالت یک رابطه سالم، متعادل و پر آرامش با پارتنرش داره. در این راستا چه قدمی من میتونم بردارم؟ قدمی که هزینه زیادی نداره ولی میتونه تاثیر زیادی داشته باشه. برای خودت یک استاندارد در واقع تعیین کن. مثلا حداقل روزی یک رو بنویس اینجا، حداقل روزی یک رو با پارتنرم صحبت کنم، حالا تلفنی، حضوری، بریم پارک قدم بزنیم، بر راجع مسائل مختلف صحبت کنیم. اجازه ندیم که در واقع یک سری از چالش و مشکلاتی که اون روز رخ داده، حالا به هر علتی، در واقع بشه یک دیوار و مانع برای فردای اون رابطه. این در رابطه با والدین و دوستاتم همینطور. اگر که در واقع حداقل روزی 10 دقیقه یه رو براشون توی کمترین حالت وقت بذاری، میتونی خیلی در واقع توی توسعه و بهبود اون ارتباط تاثیر داشته باشی. این مسئله که در واقع هیچ هزینه‌ای براتون نداره، تو فقط یه تایم خیلی کوچیکی رو داری به یک عزیزی توی زندگیت اختصاص میدی، ولی در بلند مدت خودت میتونی متوجه بشی که چقدر تاثیر داره. این تمرینیه که در واقع شما میتونید تو بخش‌های مختلف زندگیتون پیاده‌اش کنید. ما فقط بخش در واقع سلامت و بهداشت و روابط رو مثال زدیم. بخش‌های مختلف مثل تحصیل، کار، همه اینا رو میتونید بنویسین که بخش اول بنویسین به مینیمم ترین کاری که میکنین، حداقل ترین کاری که دارین انجام میدین در اون راستا چیه، ورژن ایدئالتون چه شکلیه و چه قدم‌هایی میتونید بردارین، یعنی اقدام بکنید برای اینکه به اون ورژن بهتر برسید. نه صرفا بگم، نه صرفا عکسشو بچسبونم به دیوار ولی هیچ کاری در راستای اون انجام ندم. و سعی کنید بر اساس اون بر خودتون استاندارد بذارید. مثلا 45 دقیقه پیاده روی استاندارد من بشه برای رسیدن به اون اندام ایدئالی که میخوام. یکی از مثالایی که بخوام راجع به خودم بهتون بگم اینه که من قبلا هر تایمی از شبانه روز اگر که دوستان به من زنگ زدن که بریم بیرون، با وجود هر چقدر کاری که داشتم قبول میکردم و میرفتم بیرون و بعد مجبور بودم که تا مثلا 1-2 شب مشغول کار کردن، درس خوندن باشم. چرا؟ چون که مثلا نتونستم روی دوستامو زمین بندازم و این تبدیل شده بود به یک عادت و پترن خیلی بد توی زندگی من و من می‌دیدم که چقدر داره تاثیر میذاره روی پروسه خواب من، روی پروسه کار کردن من، روی پروسه درس خوندن من و باعث میشه که من جای اینکه به دوستام بیشتر نزدیک شم از اونها دورتر شم. ممکنه که خیلیاتون در حال حاضر همچین چیزی رو تجربه دارید میکنید. یه موردی که واسه من جواب داد، من از همین روش استفاده کردم و نوشتم که ورژن ایدئال من این ساعت خوابه و مثلا انقدر تایم در هفته رو به دوستاش اختصاص میده، نه هر روز. بستگی به شخصیت خودت داره و استانداردی که میخوای بذاری. گفتم استاندارد و چارچوب ها از آدم به آدم فرق داره. خودم این استاندارد رو در واقع برای خودم تعیین کردم که من ساعت 11 باید خونه باشم. فقط روزهای پنجشنبه میتونم با شما بیام بیرون، طی هفته نمیتونم، طی هفته درگیر هستم. این استانداردیه که در واقع من تعیین کردم و دوستام بعد یه تایم بهش عادت کردن، چون متوجه شدن، یعنی دیگه این الگو توی ذهنشون افتاده که بیتا فقط پنجشنبه میتونه با ما بیاد بیرون، بیتا فقط تا قبل از ساعت 11 میتونه با ما بیرون باشه، یه همچین حالتی. در واقع این یه چیزی که تو اول باید درون خودت به پذیرشش برسی و بعد یک قدم برداری. قدم من برای این مسیر اون نگفتنه و ایستادگی در برابر اصرارهای اطرافیانم بودش، برای اینکه حالا تمرکز بیشترم روی کار و درس و اینجور مسائل باشه. یکی دیگه از استانداردهایی که میخوام راجبش باهاتون صحبت کنم برای یکی از دوستای منه که من اونو الگو برداری کردم. حالا دوستم اینجا مثالش هم بزنم. این دوست من هر اتفاقی که در روز بیفته باید حداقل یه دونه مقاله رو بخونه، یه دونه مقاله در رابطه بالا با هر موضوعی.
باید یه دونه مقالهشو بخونی. مثلا من میبینم که تو اسنپ نشستیم، این سرش تو گوشیه و در حال خوندن مقاله هستش، چون مثلا قرار بعدش بریم بیرون بچرخیم خرید کنیم فلانی حرفا و اون تایم خب تایم نداره، پس اون تایمی که تو اسنپ هستیم اون مقاله میخونه. این استانداردشه. شاید استاندارد من نباشه، شاید استاندارد تو نباشه، ولی اون برای رسیدن به اون ورژن بهتر خودش که در واقع دانش و آگاهی بالاتری داره، اطلاعات عمومی بالاتری داره، برای خودش این استاندارد رو گذاشته که من حداقل روزی یه دونه مقاله رو باید مطالعه کنم. این استانداردهایی که تو واسه خودت میتونی بذاری به عنوان هر شخصی که هستی، به عنوان یک دختر بچه در واقع مدرسه‌ای، کسی که دبیرستان میره، حتی دانشجویی، مادری، هر چیزی میتونی برای خودت یک لیست از استانداردها تعیین کنی و بر اساس همین در واقع الگوریتم و متدی که بهت گفتم پیش بریم. امیدوارم که این روش برای تو و در واقع عادت‌های قدیمی که میخوای تغییرشون بدی جواب بده. برای من خیلی کارساز بود و امیدوارم که توی این مسیر تونسته باشم بهت یک کمک کوچولو کرده باشم. خوشحالم که این ویدیو رو تا آخر دیدی. اگر که نظر، ایده، مسئله یا مشکلی ذهنت رو درگیر کرده حتما برام توی کامنت ها بگو تا تو ویدیو بعدی بهش بپردازم. یادتون در اینجا کاملا یه اتاق دخترونه هستش که ما راجع به همه چیز صحبت میکنیم. یادتون نره که کانال گرل تاک روم رو سابسکرایب کنید و منتظر ویدیو بعدی باشین. دوستتون دارم. خدا نگهدار.